درخت باید بود با برگ برگ دعا، با شاخه شاخه میوه سبز. درخت باید بود با برگ برگ دعا، با شاخه شاخه میوه دل. درخت باید بود با ریشه به خاک سعادت، با قامت به اوج عبادت. درخت باید بود سرشار از حضور تلاوت، سرشار از قد قامت و قیام. درخت باید بود برای مرد مسافر، برای مرغ مهاجر در انتظار جبرائیل. درخت باید بود تا زندگی جانب خورشید رو نمود، با آب و خاک و آتش ایام خو نمود. درخت باید بود با سوره های سبز،